همه کس را به جفتی اشتیاق است که به جفت خدا است آنکه طاق است. دوستان عزیز السلام علیکم. باز برنامه روضه معرفت منظور شمایان است و موضوع برنامه امروزی ما اظهار زن خواستن جوان است. بیایید به فرهنگ ملی خود نگاه میکنیم. با ما بمانید، آبونه شوید و زنگوله را پخش کنید. بسیار وقت جوان پسران را میبینیم که به دوستان خود صحبت میکنند، میگویند که چطور به پدر و مادرم گویم که به من زن گرفته دهند. اما فرهنگ ملی این مسئله را کیها حل کرده است. فرهنگ ملی به جوانان طرز تلقین میکند که محبت خواستنشان را به پدر و مادر با رمزها، با سیمبل های فرهنگی بیان کنند. این سیمبل ها را این لحظه من به شما شرح میدهم. یکی از این رمزها به کفش پدر گذاشتن سبزی است که این فرهنگ ملی است و چنین هم شده است که پدر هم این رمز را خوب میداند و وقتی که پسرش به پای افضال پدر سبزی را میگذارد، پگاهی خسته میبیند که در پای افضال پدر یک مکتوبچه است، یک خطچه است. خطچه را میگیرد و در آن پدر نوشته است پسرم اول دیپلم بعد زن میگیری. یعنی این یک حادثه معمولی است، حادثه یک شوخی آمیز، یک حادثه حزنناکی زن خواستن است. یعنی جوان ها با همین راه، با راه یک دیپلماتی خلقی آیله‌دار شدنشان، آماده بودنشان با آیله‌داری را بیان میکنند. یعنی این یک فرهنگ مردمی است. و باز دیگر از نشانه های رمزهای فرهنگی زن خواستن جوان آن است که جوان باید تنور را بشکند، یعنی تنور حولی را ویران کند. شاید بعضی ها گمان کنند که این تنور نو باشد. نه، مقصد دیگر چیز است. تنور را شکستن معنایش آن است که جوان، یعنی تنور یک انشاءات خرد در حالی است، انشاءات خرد هست، یک انشاءات ویران کرده با همین قدرتش را نشان میدهد که من میتوانم یک چیز را بنیاد کنم، یک نوکاری کنم، یک نویگری را جاری کنم، یعنی در خانه یک نویگری وارد کنم. یعنی این با راه دیپلماتی مردمی نشان میدهد که این جوان میتواند به حیات مستقل قدم گذارد، یعنی با راه آبادکاری. با این راه این یک شرمی شرقیانه است که جوان روی راست به پدر و مادرش دعوا کرده نمیگوید که به من زن گرفته دهید، به من مثلا این کنید آن کنید، لیکن با همین راه چیکار میکند؟ جوان اظهار میکند که آماده است عائله خودش را بنیاد کند. و یکی از راه‌های دیگری که در فرهنگ ملی هست و این راه هم بسیار هم زیاد نقل میکنند در کلام کهنسالان، یعنی جوان همان آب دسته را با شست باید گرفته به زمین زند. یعنی این هم یک رمز شوخی آمیز زنخواهی جوان در فرهنگ ملی است. اما باز میگویم که این یک فرهنگ ملی است، این یک عرف ملی است که از واقعیت دیده بسیارتر آن شوخی دارد، این هزل دارد و مقصد هم دارد. مقصدش یعنی با راهی خوب ناعیان بیان کردن خواستن مثلا آیله دار شوی است. یعنی برای جوانان این چند راه است. درباره هر یکی از این تعامل هایی که اینجا نقل کردیم حکایه های زیاد است و یکی از قصه ها آن است که یک روز افندی با همسرش صحبت میکنند. صحبت آنها درباره خانه‌دار کردن فرزندشان بود و آن پسرشان که در کنج خانه خود را به خواب زده گوش میکرد. افندی میگوید که برای خانه‌دار کردن پسرمان کو پول نداریم، مبلغ نداریم، شاید که همین خر را فروخته به پسرمان زن گرفته دهیم. خب چند مدت میگذرد لیکن افندی خر را نمیفروشد، لیکن پسر که اشتیاق زنگیری دارد به صحبت بعد از چند فرصت همراه شده میگوید پدر مسئله خر چی شد. یعنی این یک لطیفه است، یک موضوع واقعا یک موضوع خوبی هم هست و
بنده یک حکایه دارم با نام قصه زنگیری، افسانه زنگیری که مفصلات واقعه های زنگیری را از آن می توانید پیدا کنید که آن حکایه هم در شبکه های اجتماعی گذاشته شده است و به گمان من در زمان معاصر، در زمان کنونی بهترین و خوبترین راه گفتن یا اینکه بیان کردن زنگیر بودن جوان آن است که به پدر و مادرش برود و با سخنهای نیک فهماند که پدر و مادر من آماده هستم که عائله برپا کنم، یا اینکه برعکس خود پدر و مادر هم میفهمند و به جوان پیشنهاد میکنند که عائله برپا کند. یعنی امروز زمان طبع دیگرگون شده است که جوانان به پدر و مادر روی راست فکرشان را میگویند و من گمان میکنم که در این مسئله فکرشان را گفتن راه دموکراتی و راه بهترین هم هست. خب تماشابینان گرامی، در همین جا این موضوع را خاتمه میبخشیم و گمان داریم که در شرح‌ها نسبت این مسئله فکرهای خودتان را مینویسید، زیرا فکرهای شما هم برای ما ضرور است و در برنامه نوبتی باشد دایر به مسئله شوهر خواستن دختران و آن را چطور بیان کردنشان طبق فرهنگ مردمی به شما صحبت خواهیم کرد. تماشابینان عزیز، به برنامه ما آبونه شوید و زنگوله خود را گذارید، شرح های خود را نویسید. خیر تا برنامه های نوبتی در پناه خدا باشید.